گفت من خلبان خط پروازی نیوجرسی امریکا. من خانومم چند سال مریض لاعلاج، کل دکترای دنیا رو گردونده بود، براش علاجی نبود. ما یه مدیر فرودگاه داریم به نام امان، مسلمون شیعه است، لبنانی بود. بهم گفت خیلی پکری، چند روز نگات میکنم. گفتم آره امان، خانومم مریضه، خیلی هم لاعلاجه. گفتیم و حرف زدیم و رفتیم. بعد چند روز ماد منو دید، گفت برنامه پروازی تو نگاه میکردم، به آسیای شرقی پرواز داری. حول و حوش ساعت 11-12 شب میرسی بالا سر ایران. هر جا دیدی از زمین دارن آسمون رو روشن میکنن، بدون حرم امام رضای ماست، حرف تو بهش بزن. گفت اماد گفت و رفت. منم زیاد اعتنا نکردم، اما ته دلم یه تشویش. گفت چشم به ساعت بود، حول و حوشای ساعتی که اماد گفته بود رسیدم به همون جا. دیدم آره دارن از زمین آسمون رو روشن میکنن. گفتم آی امام رضای اماد، من شما رو نمیشناسم، نمیدونم هم کی هستی. اما اماد گفت شما حرف زمین نمیندازی، اگه امکان داشته باشه به خانوم منم یه نگاهی بکن. گفتم رد شدم. همین که پروازم نشست دیدم تلفنم پشت تلفن، برداشتم دیدم خانوممه، نذاش حرف بزنم. پشت تلفن گفت نمیدونم کجای عالمی، اما الان یه آقایی اومده بود به اماد سلام برسونه، بگه هرچی از این مشتریا داره بفرسته در خونه. من نگاش میکنم، یا امام رضای اماد، ما هم جز شما کسی رو ندارم.